تغییر، کلمه‌ای که هم امید میاره هم ترس. یه عده ازش فرار میکنن چون حس میکنن از دست دادن چیزی آشناست و یه عده دیگه بغلش میکنن چون میدونن تنها راه زنده موندن و رشد همینه. واقعیت ساده اینه، تنها چیزی که توی زندگی ما ثابت باقی میمونه خود تغییره. ما بخوایم یا نخوایم تغییر اتفاق میفته، ولی سوال اصلی اینه، ما تغییر رو هدایت میکنیم یا تغییر ما رو؟ بزرگترین انقلابی که یه انسان میتونه تجربه کنه تغییر درونشه. وقتی ذهن، باور یا عادت هامون تغییر میکنن، کل دنیامون تغییر میکنه. کارل یونگ میگه هیچ چیزی تا وقتی ناخودآگاه باقی بمونه تغییر نمیکنه. وقتی آگاهش کنی زندگی تازه شروع میشه. تغییر فردی میتونه ساده باشه، مثل ترک یه عادت بد، یا عمیق باشه، مثل تغییر هویت و معنای زندگی. بعضیا سالها دنبال تغییرن ولی هیچ کاری نمیکنن، چون فکر میکنن باید همه چیز رو یک شبه تغییر بدن، در حالی که تغییر واقعی آهسته و لایه لایه اتفاق میفته. مثل رشد یه درخت، تو دونه رو میکاری، ریشه ها توی تاریکی شکل میگیرن، سالها بعد تنها شاخه‌هاش به چشم میان. هیچ رابطه‌ای ثابت نمیمونه، آدم ها تغییر میکنن، پس روابط هم تغییر میکنن. گاهی این تغییر باعث رشد دو نفر میشه، گاهی باعث فاصله، و این یعنی پایان رابطه همیشه شکست نیست. گاهی تنها راه تغییر و بلوغه. رومی میگه دیروز باهوش بودم، پس میخواستم دنیا رو تغییر بدم. امروز خردمندم، پس خودم رو تغییر میدم. وقتی خودت تغییر میکنی روابط اطرافتم هم تغییر میکنن. این چرخه‌ای که هیچ کس ازش فرار نمیکنه. تغییر فقط فردی نیست. گاهی یه جامعه، یه کشور یا حتی کل تمدن وارد مسیر تغییر میشه. تاریخ پر از لحظه هاییه که تغییر سرنوشت میلیون ها انسان رو عوض کرده. انقلاب ها، جنبش های آزادی خواهی یا حتی اختراعهایی مثل برق، اینترنت یا هوش مصنوعی. مهاتما گاندی میگه تو باید خود تغییری باشی که میخوایی در جهان ببینی. هیچ تغییری از بیرون شروع نمیشه، همه چیز از فرد آغاز میشه. یک فرد که جرأت داشته باشه میتونه جرقه تغییر یه ملت باشه. اما جامعه ها وقتی تغییر میکنن که درد مشترک پیدا کنن، دردی که باعث میشه همه با هم تصمیم بگیرن دیگه بسه. بزرگترین دشمن تغییر ترسه. ترس از ناشناخته ها، ترس از دست دادن، ترس از این که اگه تغییر کنم دیگه من قبلی نیستم. اما حقیقت اینه اگه تغییر نکنی همونجا میمونی و موندن در جایی که دیگه به تعلق نداره بزرگترین شکست زندگیه. افلاطون میگه بزرگترین اشتباه انسان اینه که فکر میکنه همیشه همون جایی میمونه که هست. دنیا با سرعت وحشتناکی در حال تغییره. تکنولوژی هر روز یه چیز جدید میاره. فرهنگ‌ها با هم قاطی میشن. رسانه‌ها مرز بین حقیقت و توهم رو کمرنگ میکنن. ما داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که شاید 10 سال دیگه به کلی متفاوت باشه. شغل‌ها، روابط، حتی شکل ذهنی ما. چارلز داروین میگه قوی‌ترین ها یا باهوش‌ترین ها باقی نمیمونن، بلکه اونایی باقی میمونن که بهتر از همه با تغییر سازگار میشن. تغییر رو خرد کن. به جای
میخوام زندگیم رو عوض کنم بگو. میخوام 10 دقیقه زودتر بیدار شم. تغییرهای کوچک اثرات بزرگ میسازن. مغز رو فریب بده. مغز ما تغییر ناگهانی رو دوست نداره. پس مقاومت میکنه. بهش تغییر رو کم کم و تدریجی بده. از مقاومت استقبال کن. وقتی ترسیدی یا تنبلی اومد سراغت، بدون مغزت داره نشون میده وارد ناحیه رشد شدی. تغییر جمعی بساز. وقتی میخوای تغییر بزرگی مثل ترک اعتیاد، یادگیری یا سبک زندگی رو شروع کنی، یه گروه یا محیط حمایتی پیدا کن. چون تغییر جمعی سریعتر و پایدارتره. تغییر مثل فصل هاست. تو نمیتونی جلوی زمستون یا بهار رو بگیری. فقط میتونی یاد بگیری با هر فصل جور دیگه ای زندگی کنی. حالا سوال اینجاست، آیا تو قراره فقط تماشاگر تغییر باشی یا کسی باشی که خودش تغییر رو میسازه؟ شاید وقتش از خودت بپرسی چه تغییری امروز از من شروع میشه که فردا بتونه جهان رو عوض کنه.